سلام عرض ادب خدمت بیننده های دوست داشتنی و بازم به یک ویدیو جدید ما از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب قریه هوره در غوث خوش آمدید. و قسمی که شما تصویر مشاهده میکنه و ای هم از برف کوه و سرسبزی در این منطقه بیخی بسیار چیزی جالب است و میریم همونجا که یک دوست ماست یک سلام علیکم میکنیم. سلام علیکم بیادر. علیکم سلام. چورسی بیادر؟ بخیر سلامت باشی. قربانت بیادر. در قدم اول خدا یک دوست معرفی کو برای دوستای ما و بعدش هم بگو که خودت چه کس داری، کجا می باشی، در این وطن هستی یا نه که بیرون از وطن زندگی میکنی خودت؟ اسمم کریم الله درویش. خب فارغ التحصیل پانزه فارمسی. ماشاءالله. خاندان کابل. فعلا در یکی از دواخانه در ولایت کابل زندگی میکنم. فعلا مصروف یک دواخانه میباشم. ماشاءالله ماشاءالله بسیار عالی. دکتر صاحب واسه زندگی اوجا میکنی باز یا خانه پدر یا آمده؟ بله و حساب تفریح در عید ماه مبارک رمضان و حساب تفریح وارد و زندگی فعلا قبلا در حساب فامیل در کابل میباشم. وظیفه فعلا آنجا است. آنجا زندگی میکنم. درست است. خود دکتر صاحب برنامه ما خو از 30 دقیقه و 30 ثانیه و 40 ثانیه خو بیشتر نیست. خب برای خودت یک ذره تشخیص دادیم که 1.5 دقیقه برات درست کنیم. میره در آخر برنامه کدام پیام، کدام شعر، کدام گفتنی برای آینده نسل جوان داری کمره ما در خدمت است. کدام پیام خاص نداره. پیام خاص این است که درس تحلیل بکنن، تحصیل بکنن، درس بخونن. بسیار تشکر. در حساب آبادی و پیشرفتی وطن، ترقی و سعی کوشش تلاش بکنن تا اینکه در افغانستان امنیت درخشان و مترقی باید داشته باشیم. صحتمندی و سلامتی همه هموطنان عزیز آرزومند است. تشکر دوست عزیز. موفق باشی. ببخشید که وقت گرفتیم. موفق باشی. قربان جان.